هیچ انسانی با هیچ انسان دیگری نه بالاتره، نه پایینتره، نه برابره. خب اگر هیچ انسانی با هیچ انسان دیگری نه بالاتره، نه پایینتره، نه برابره، یعنی چی؟ یعنی اینکه هر انسانی در خودش منحصر به فرد. یعنی شما هیچ انسانی رو با انسان دیگری مگر با خودش نمیتوانید مقایسه. شما هرگاه خواستید یک انسانی رو به باب قیاس بکشونید، فقط اجازه دارید این انسان رو با دیروز خودش قیاس کنید، یا در بهتر شدن یا در بدتر شدن، فقط با خودش. چون هر انسانی در نوع خودش منحصر به فرد.